السلام علیکم بینندگان و شنوندگان عزیز. امروز هفتم اکتبر دوستی من، همکسب من، همکورسی من، بانوی زیبای هنر مولانا نجمی‌الدین زادروز دارد. میخواهم با یک چند روبوی خیلی شوخی آمیز بانو رو تبریک بگم. التماس طاقت کنید. مولانا جان مولانا شیشتای تگی دلونه، مولانا جان مولانا شیشتای تگی دلونه، حسن شیله میخونه زادروز مبارکت بود، حسن شیله میخونه زادروز مبارکت بود. مولانا ای دروازه دختری خوب سازه، مولانا ای دروازه دختری خوب سازه، کوکلکش دروازه زادروز مبارکت بود، خشت و چایی بنازه زادروز مبارکت بود. مولانا زمین صحنه خنده کشه بزنه، مولانا زمین صحنه خنده کشه بزنه، نازد کشته حسنه زادروز مبارکت بود، نازد کشته حسنه زادروز مبارکت بود. مولانا اکتریسه سبشنی می نویسه، مولانا اکتریسه سبشنی می نویسه، مرا نوشتم قصه زادروز مبارکت بود، دوست می داره ایریسه زادروز مبارکت بود. مولانا ای هم پرسم ای حالکت بپرسم، مولانا ای هم پرسم ای احوالت بپرسم، سمکت باشه پریسم زادروز مبارکت بود، سمکت باشه پریسم زادروز مبارکت بود. کم کم ای تو میترسم زادروز مبارکت بود. مولانا ملدسی در تئاتری عروسی، مولانا ملدسی در تئاتری عروسی، میدوی رنگی مسی زادروز مبارکت بود، میدوی رنگی مسی زادروز مبارکت بود. مولانا روزی هفتم بر زادروز تبریک گفتم، مولانا روزی هفتم بر زادروز تبریک گفتم، غمای دلک ترفتم زادروز مبارکت بود، غمای دلک ترفتم زادروز مبارکت بود. مولانا روزی هفتم بر زادروز تبریک گفتم، غمکای دلک ترفتم زادروز مبارکت بود. مولانا رفرسیه پیشی انستاسیه پس درونه امسیه